مزه شو بو آلیدین. مهمان برنامه مزه شو با اهلیدین است مینا بهرالایو. برای چی با یگام کس خریدوید نمیساردی و ما با قدم قربان سرایدی. ما مینا رو در دبی چند بار دیدیم. مینا شوی عرب داره. ايش داكو؟ نه آواز خود ما خوبه ما آواز خود خوشرایم راست دوست می‌دارم ما ایدانم آواز نمیبرم من برات رقص نمی‌دارم موسیقی رو می‌فهم رقص نمی‌دارم ای عهده کدام خوراک زیاد خوبتر می‌بری؟ ای خمیران مینا جان امیرایو تو حالی میگن بعد بسیار جواب می‌دارم من گفتن اوه روز خروزیام مزه شو بو آلیدین. سلام دوستان، اینک باز فرصت آن رسید که روبرو دیده بدیده باشیم. ماه شریف رمضان رو برای هر یک شما مبارک میگویم. ما اصلا تصمیم گرفتیم که در ماه شریف رمضان برنامه ثبت نکنیم، زیرا که بسیاری ها میگفتن که در ماه شریف رمضان شما آماده میکنید و ما کیفیت میبریم، رمضان ما درست نیست. لیک باز بسیاری از آنها خواستن که ما باز برنامه پیشکش کنیم و ما تصمیم گرفتیم که در موسم نو مهمان نو چهره نو باشد و مهمان برنامه مزه شو با اهلیدین است مینا بهرالایو. مینا جان یک بار دیگه خوش آمدی به برنامه ما. من به نهایت سربلندم، به نهایت خرسندم که دعوت ما رو این نوبت پذیرفتی. تشکر زیاد سلامت باشه. چند دفعه دعوت کرده بودید ولی بخشش که نتونستم بودم آمده. وقت خود کردن نمیتونستم خود که یاد گرفتم. میبینم که چند قدر هنر داری، چند قدر یاد گرفتم. خیلی حاضر هنرات همش دم مینا جان معلوم میشه و این روز برای ما چی تیار میکنی؟ امروز برای شما گلوبسی تیار میکنم و بخشش در پیش گفتم میخوام همه تماشاگران این برنامه رو با ماه شریف رمضان تبریک گفته تا همین خوشی های زندگی رو به همه خوانم. زنده باشید. سلامت باشید مینا جان. منم در نوبت خود میخواستم که تمام مردم سربلند تاجیک با ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت گفته برای شما خانه آبادی سربلندی و همه وقت در خانه‌تون فیض و برکت باشه و همه وقت به همه آرزوهاتون برسین. یک بار دیگر خوش آمدین به برنامه مزه شو با اهلیدین و مهمان نوبتی ما چخلی که گفتم مینا بهرالایو است. مینا جان من سوالی به نهایت زیاد دارم برای که در این 2 سالی که دعوت کردیم نه آمدی. هم قصد داریم هم سوال داریم همه چی داریم. انا برنامه ما آزاده. بعد همه سوالاتون جواب میدم. سوال یک سوال ما با پرووکاسیون میگن. سوال خیلی هم داریم. اگر که نخواهی جواب نمیدی لیکن ما امیدواریم که جواب میدی. خیلی شما با کارتون شروع کردن گیرین ای چی آغاز میکنیم چی کار میکنیم؟ پیازه. میگه که ما برنامه چرا خوراک پذیری یاد گرفتگیم لیکن ما 100% باوری ندارم. به هر حال چی خیلی میشده باشه. مینا جان سوال ما درباره صنعت اصلا ما درباره اویله اگر ای صنعت آغاز کنیم برای چی یک سال اخیر تماما در یگام جا دیدن نمیشود مینا بهرالایو را؟ نمیدونم راستش نمیدونم. همین چه خیلی شد که همین سال اخیر یا که همین زندگی هم فکر میکنم یک رنگ نیست. خواهش ممکن نبود. اولا میخوام بخش پرسم از همه مخلصانم. یک چند سرود تیار کردم ولی از قفای کلیپ و سرودن یا سرودن نیستم. برای که مینا بهرالایو را همه همچون یک دختری جذابانه درسی که دختر بگن که در صحنه نشناختن یک برای از همه اینستاگرام گم شدی همه یوتیوب همه جا نیست در چورابینی هم دیده نمیشد. برای همین نه بعضی چورابینی ها میرفتم ممکن خواهش نمیدونم از چی سبب ولی همین یک سال اخیر میدونم که خواهش نبود. فقط با خواهش نمیدونم. هم فکر میکنم در فکرم نمیبیاد که برای چی؟ برای چی؟ انا در سرودهای بسیاری وقت در نقش‌های اساسی خودت بازی میکنی و در همین سرود اخیرانی که پیشکش تماشابین کرده بودی سرود بله بله در اونجا بچه‌ها قد تکواندو کردی کاراته کردی و همه را زدی و همونجا در بسیار وقتی من کامنت‌ها می‌خوندم میگفتن که همین مینا خودش نیست انا یگو کاسکادیور دوپلیکات چه عهده خیلی کارا میبری میبرم آدم باوری نداشتم ولی برم آدم بچه‌ها یک روز پیش از کلیپمو بچه‌هایی که در کلیپ من نقش آفریدن هم یک روز پیش اومدم یاد دادن یادم دادن. مینا جان برای چی یگم دوئت نمیسازی؟ دوئت بعد قدم قربان بس کردم. آره نیست با قدم قربان برای چی با یگم کس خریدوید نمیسازی و ما با قدم قربان سرایدی؟ و یکیشی
فکر میکنم کلیپی بد نشد. نه کلیپ خوب شد، کلیپ خنده آوری، مثلا کلیپ بگم که هزل بود، شوخی بود، لیکن کلیپ های جدی برای چه با یگام کس نمیسرایه. یک بار قطعی شرف سرده تمام. دیگه یگام کس قطعی خواهش هم نداری بکنم. خواهش نمیدونم. مینا جان یک سوال دارم، ممکنه سوال من غیر مقرری باشه، مثلا بسیاری مخلصان ندونن مینای اصلی را ندونن، لیکن همین ابرازی مینا، ابرازی که دختری که مثال میگم سر انرژی یا مثال میگم بسیاری بعد در صحنه چی میکنه، همین ابراز از کجا پیدا شد؟ نمیدونم، من در زندگی اصلا خالی نیستم. در زندگی نه، خاطر من میگم که مینا رو من از ششمش میشناسم. من مینایی که در روی صحنه دیدم در کلیپ ایار مینا تر من نیست، ای کامera، ما همین کامera گیرم شما علیش میشم. مینای انرژی پیدا میشه. بله. ای من نیست ای کامera. اپراتور احتیاج چه بیدم؟ با هم جرخ زدم. فکر میکنم که اگر که آدم هم در صحنه و هم در زندگی یک رنگ باشه، معنی هم نداره. از این پس گفته میشه که صحنه که در زندگی او صحنه زندگی رفت خودش داره، که در صحنه ما برای مخلصان باید غم و غصه که در زندگی داریم و پرابلم ها رو نشون بدیم. انا در صحنه کی کدام مخلص من میدونیست که مینا اوقات کدام میتونه ایس پس میدونن بعد در دوامی که مثال میگیریم و چند بار شما رو دعوت کردیم مینا جان شما اومدن نتونید، بسیاری مخلصای مینا سوال میدن که مینا جان عیبم شوه. اول میگفتن که مینا معشوقه قدمی قربانه. ای نه من گفتم که نه. بعد ای برنامه ما رو ای امارات عرب ای دبی هم بسیار تماشا میکنن، میگن که ما مینا رو در دبی چند بار دیدیم، مینا شوی عرب داره. نه شوی عرب میکردم میومدم اونجا دفعه ما خود میکردم. آدما میومدن خود میکردن. براک خود میکردن. نه من بسیاری مخلصان همه میپرسم، به همین خاطر من همین سوال دادم که مینا شوی عرب کرده باشه. ما گفتم من نمیدونم میشه. نه شوی عرب نکردم. در زندگی شوی تاجیک میکنی. مینا جان شما در اویلت چند نفرین؟ 2 فرزند، 2 نفر. ما برادری کلونیا. برادری کلونیتون به فکرم که در تاجیکستان نیست، به خاطر که در یگام بار ما در یگام جای ندیدیم. نه در تاجیکستان نیست. من با ویلاج در مسکو زندگی میکنم. فدراسیون روسیه زندگی میکنم. شما در اینجا با مادرتون هستید؟ بله. با یک سوال دیگه که شما با کدام با مرکز پرودوسری همکاری میکنید؟ پرودوسر شما کیست؟ همکاری با همش میکنم. با هم استودیو همکاری میکنید. بله. پرودوسری اساسیتون مادرتون. مادرم. بله. مادر شما چیکاره؟ در هر مثال بغیر از پرودوسر شما بودنش؟ خونشین. وزیر خونشین اول معلم بود. معلم زبان روسی. زبان از همینجا برای که زبان روسی خوبه. конечно. یک سوال دیگه که مینا جان برای چی پمیدور اینقدر کلان رزه کردی؟ آخه میخوام که همه محصول زنده کلان باشم، ازش تو میکنم خوبتر میبره. خیلی میبینیم که دور بعد چی خوراک میشه، بعد همینجا معلوم میکنیم که با مزه بود بی مزه بود. نه که من بچشم بعد میبینید خیلی قسم به خاطر که 2 سال نه خود گیره گفتم گم میکنم من قسم به خاطر که 2 سال اومدگی خود با مزه نمیشه بی مزه میگیم. نه با مزه میبیا. مخلصا بسیار میخواستن که بدونن که مینا برای چی کلیپ نکرد، برای چی نکرد. در سال 2022 چی انتظاره؟ نصیب ان شاء الله ای پگای دیگه ثبت کلیپ میکنیم. همین کلیپی که ناو میبروید چه خیلی باشه؟ این کلیپی آرامتر. دیگر کلیپ‌ها فرق از دیگر کلیپ‌ها فرق میکنه. بله کلیپی کمتر آرامتر. خیلی امیدوارم که کلیپ خوب شود، کلیپ جدید شود، پر تماشابین شود. باز مینا جان که نوبت چه اول سر می‌کنیم؟ چیسنو کارتون. اوه بی. ايش داكو؟ بسم الله سر میکنیم. باور کنید تماشابینان عزیز، من تا حالا باور ندارم که مینا رو اوقاتش با مزه بیه. نکن من خیلی ترزیده نکنم که به مزه بیه. مینا بهرلای و ای هنرمندای تاجیک کی را زیاد دوست می‌داری؟ من اول ممکن یک 11 سالگیم بود، 12 سالگیم بود، بسیاری بعد سرودای تخمینه نیاز برام می‌خوندم. ولی سرانده نبودم خودم. سرودای تخمینه نیاز برام بسیار گوش می‌کردم، بسیار می‌خوندم، می‌خواستم که آوازم مانند باشه.
ولی آواز اون فیلم اکنون مانند نیست 100% مانند نیست 100% مانند نیست نه آواز خود ما خوبه آواز خود خوشرایم مایدکی نه تخنه از برای بسیار گوش میکنم هازی کی هازی همه گوش میکنم با گفتی مینا صنعت تاجیک هازی همه استراد تاجیک در کدام سطح در سطح بالای در سطح میانه در سطح پایانه همه شو بیزنس میگن کو انا شو بیزنس در کدام سطح هازی رفته است در کدام سطح بالای سطح میانه فکر میکنم از رشته میانه مینا به هر لای و خود رو ستاره میشمونه یا نه ستاره گفتن اصلا نمیدونم نه ستاره میگن مثلا ستاره خیلی ستاره خیلی همه ستاره گفته چی را خود میفهمی مشهور بودن خود مشهور حساب میکنه بله ما حس میکنیم که ما را میشناسن در یک جا میشناسن در یک میره مخلصا هستن میخوان بیان کتی صورت بگیرن هیچ طور میبینی حس میکنیم که ای مشهوریت دیگه برو سوی استفاده بردگی نه اصلا استفاده برده و میگن که مینا جان اینه متکلا که بگی بخته کرده که اینه پایان داده که بگی نه میکنم برام باید حواس میتونم که ما کرده کنه بپشم اخی در خانه وقتی که با مادر تنهای خوراک بسیار کی میپزه بعد وقتی که اوچر نباشه چی؟ چی مثال میبرید میپزی؟ تخم بریان کارتوشکا بریان رالتون دوست میدارم رالتون در تاجیکستان آدمی نیست که دوست نداره ایام کودکی اگر گپ زنیم کودکی مینا بهرلوی و 7 سالگی به فکرم تا 15 16 سالگی در تئاتر سوده پدیده گذشت همو ایام چی لحظه‌ای خوش داری همه لحظه‌اش همش خوشه تو هازی را یاد میکنم ها یگام پشیمان نشدی که پدیده رفتی و حافظ شدی پشیمان شدگی نیست من که یاد میکنم در بعضی جا موسیقی میمونن بسیاری سراندام بسیاری صنعتکار بسیارش اگر آواز براره هم‌آوازگی کرده خونه من ایدانم آواز نمیبرم من برات رقص نمیدونم موسیقی را میفهم رقص نمیدونم و چیزی که در خونه نمیشه دیگر نه کنده نمیشه انا مینا جان بغیر از خوراک مثال میگه معمولی که مثال میمونه کارتوشکا بیران و شوربه و دیگه باز خوراک پخته میتونی کدام بانوان تاجیک خوراک پخته نمیتونه کردی ای عهده کدام خوراک زیاد خوبتر میبری ای تخم بیران اگر بفراشم که زردش سخت نشه سستک میپسم فراشم زردش سختک میپسم یه بار در فیلم در روی صحنه غلط دیدی چند بار بعد وقتی که میخوای روی صحنه میبری غلط دیدی بعد شرمنده شدی بعد چیکار میکنی بعد میخیزی کارت ادامه دادن میگیری ایلوش نیست دیگه هم خیلی میخیزی که هیچی نبود و اسپیتال نبود تو خودت شیش دیده زمین برای که ما در فیلارمون دیده بودم یک بار در فیلارمون بود در فیلارمون خودم شیده بودم غلط دیده بودم انا هازین نوبتی چه نوبتی پمیدور و کالدرسکی کده زیربک میگن ها مینا جان یا در حیات یکم لحظه شده است که فراموش نمیکنیم اون وقت بله کدام لحظه اگر در یاد داشته باشید چند سال پیش بود به فکرم در شهر یاوان برای کنسرت خیریوی بود برای کودکای پرستاران انا اون لحظه از خاطرم نمیبرد برای کدام لحظه شادی چشمانی همون کودکا رو که دیدم
وقتی که چشمان شادی که در چشم ویا بود دیدم چشمان همون کودک‌ها یادم نمیاد. سلامت باشی. باز همین سوالی که دادم با همین سوالا پهلو دیگرش کدام لحظه رو نمیخواهی؟ نه دقیقاً می مالش ما انتظار میشیم. مالش کدام لحظه که نمیخواهی که دیگه تکرار شود. این در زندگی نیست خیلی لحظه که نخواهیم تکرار شود. همه لحظه خاطرمانن، همه لحظه خرسندی هم. همش خوب گذشته که زندگی. بله زیقیش هم با روی خود شیرینی داشت. لحظه که زیقی هم بود شیرینی خودش داشت. فکر میکنم که خوب شد که لحظه زیقی هم پس سر کردم. با مادرت در کدام مناسبت هستید؟ مثال میگیریم که همچون پرودوسر است هم مادر است، در کدام مناسبت شما چقدر با مادرت؟ مناسبت ما هر رنگه. در جای درکاری دوگانه هم، در جای درکاری پرودوسر، در جای درکاری مادر، در جای درکاری مادر سختگیر است. با مثل همه مادران. بله. مینا جان مکتب سرایندگی که مینا به هر حال واضح استفاده می‌بره استادی همین سرایندگی که با وکال کار کرده مثلا میگه بر در راه سرایندگی مینا را گذاشت کیه؟ من از اول ولی در مکتب می‌خوندم سراینده شدم بعد کنسراتور ملی داخل شدم. استاد اساسی که مثل برای خود استاد محسوب کیست؟ استاد اساسی در وکال اگر گویم که مادرم خطا نمیکنم. من بیشتر مادرم مشق میکرد. درس وکال. بله. معلوم شد که مادر نه تنها معلمه زبان روسی و بلکه نه سراینده نیستن. سراینده میفهمم. مرا یاد میداد سلوخ شنوایی دارم. شنوایی داشت. مینا جان یک سوال دیگه دارم که انا خیلی البته که با قدم قربان سرود شما ژانر کمدی بود، هزل‌آمیز بود، مثلا یک شوخی بود، لیکن بعد همین کلیپ مخلصان تو چقدر قبول کردن؟ ای نپرسین. کجا میرفتم میگفتن که مینا جان او میرایو تو حالی میگن. بعد بسیار جواب میدرم آدم میگفتن اوه روزیوم. تو حاضر همین گپا هست. حالا اگر که باز یکی مثلا فرصت شد بگن که باز به قدم قربان کلیپ کن آماده هستی یا نه؟ ای گپ چپ مردم آماده نیست. مینا اگر که مخفی نباشد از تاجیکستان بیرون در کجا کنسرت دادگین؟ در چند دولت اصلا من خاطر من کنسرتی که دادم در افغانستان بود. افغانستان؟ ترسیدگی بودم رفتم ده ولی جای بد نه. پوبلیکا چی قبول کرد؟ بهترین. بسیار مردمی سند دوست دارن. بسیار. در کدام شهر افغانستان بودین؟ کابل. تمام در یک شهر کابل تمام. ترسیدم دیگه شهرش در جای استادگی هر جور میکفونن میترسی. پس از آن معلوم شد که در حالت جنگ هم رفته ای؟ افغانستان رفتی، باز کدام دولت ها رفتی؟ ترکیه، استرالیا بود. بسیار جور بودن، بسیار شد لایت ممنون است. راستی گپ مینا جان من باور نداشتم که به همین وقت همین ساعت میرسیم اول به روزمون کشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی شما گذشت انا بسم الله مینا جان خواهر عزیز برنامه چه برنامه بهترین راستی باوری نداشتم که اینقدر برنامه رنگین میگذرم و افطار مونده هم خیلی جای خوش رو میکشیم. روزمون میکشیم. امیدوارم که اگر میدونستم بر وقتتر میومدم برنامه تو. نه من خدا را شکر میگم که یکی اوقاتی با مزه. من بسم الله الرحمن الرحیم میکنم. نه که فقط من راستش میدونی که راستش میگم. با مزه کو؟ نه با مزه کم ترک بینمکه. بکنم
نه به شوخی کردم با مزه. خداوند به همه آرزوات برسید. دوستان عزیز برای شما افطاری با فراغت خواهیم در این ماه شریف رمضان و گفتیم که مینا ای عهده خوراکپزی به خوبی برآمد. خوراک به مزه خوبه. یک بار دیگه ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک میگیم و میناداری خود را بیان میکنیم به ماموریت طربخانه استرافشان در شهر دوشنبه بوده برای پیشنهاد کردن جای برای ثبت برنامه. تا برنامه های دیگر پناه در باقی خدا باشید. مینا جان یک بار دیگه خوش آمدید خواهر عزیز. سلامت باشید. خیر. مزه شو با آل دین.